التماس ما من است که بالا تنگاب بسیار است و بچه ها را برای مسجد نبیام تا 16 ساله را کمک را ما تو شما رو کی پیش مرمون کرده توی سپارش بالاست و سپارش بالا میده اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا میدین من از بالا نمیترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین وظیفه ما رو جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره گفتم رنگی خودم با شما هم داره گفتم داملا من با یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من کنم بچه‌ها من کنم اما من گفتم من نمیتونم وظیفه من دعوت کردن پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جلب شدم گفتم من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره به هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که سخت سر من بذار من خطیبی توجه اگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم این از من چشم امید نکنید یکون با رئیس پاگام نو شدن ما رو فیروز کردن هم ما رو رئیس جماعت و مقای اومد هزار نره نمیشه همین مجلس کشاده سیوش که یه آدم از پایان خیست اصلا کاغذ بود تنظیر همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم چطور قوقا میکنه هم مجاده همین از آنها گفت شما نگاری که من غذامون خیست اصلا ویران شد من تو خود کیه یا وقت گو کی رئیس تکوی جناب بود تو رو جناب دو آدم از بین شد من دونه آواز گو کیه با خیلی نشالی ملیسی رایانه من دونه اگر تو عروس میشدی من در جواب گفتی قبل میگردم عروس میشدی اگر من دارم وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف همون پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسید خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز بخواه یکسان میشه شما پیش خدا میرید امروز در کریم گفتم از کلیسا شما از آواز اذان تا میترسید جنگ شما رئیس خانم دندی جنگ شد آدم مسلمان از اذان ترسید آدم میگم آواز اذان است که فیض برکت در اینجا است و این نگفتن اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تنده میبیاد خاطر که جمع کنید نه نشانی مدرسگیت به کار میان گفتم نه خودینی بالا گید طرف بردن گفتم بایشون التماس ما من است که بالا تنگاب بسیار است و بچه ها را برای مسجد نبیام تا 16 ساله را کمک را ما تو شما رو کی پیش مرمون کرده توی سپارش بالاست و سپارش بالا میده اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا میدین من از بالا نمیترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین وظیفه ما رو جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره گفتم رنگی خودم با شما هم داره گفتم داملا من با یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من کنم بچه‌ها من کنم اما من گفتم من نمیتونم وظیفه من دعوت کردن پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جلب شدم گفتم من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره به هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که سخت سر من بذار من خطیبی توجه اگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم این از من چشم امید نکنید هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت این اسلام دین فطری است دینی که در وجود انسان است دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست ببینید چنگیز اینقدر مسلمان ها رو نابود کرد کتاباشو نابود کرد بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام شد استالین لینین یگان مسلمان نمونده همه رو کش با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد دنیا مسلمان است بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه امروز آزادی است شما رو کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید از همه جانب دشمنان حرکت دارن شما مسجد نمیایید اما مسجد ها روز تا روز پرند السلام علیکم داملای عزیز از سبب سخنهای شما اکثر جوانان ما نمازخوان شدند و از کارهای فاحشه دست کشیدند ما یک گروه جوانان مخلص شما هستیم و در بعض جایها انسانهای هم یافت می شود که عالمها را حقارت میکنند ما را در غضب میآرند ما چیکار کنیم جوانای عزیز خواهش میکنم برای خاطر ما شده شما به هیچ کس
درشتی نکنید. این دشنام دادن علماها، این غیبت کردن علماها، این سنت الهی است که تمام پیغمبرای الهی از دست دشمنای اسلام روا شنیدند، گپی درست شنیدند، حقارت شنیدند. بنابراین شما به این خفه نشوید. فقط قبال بعضی خودی اونهاست که فردا در پیشگاه خدا چطور میکنند. بنابراین خواهش من از همه طرفداران مخلصام این است که از برای من پشتیبانی درشتی با کسی نکنید. با دلیل و با حجت تانید گفت صحبت کنید، اما با جنگ و با حقارت پشتیبانی کردن باشه من راضی نیستم از این. زیرا که خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبر و ای بنده داعی در هر عصر و زمان از سخن دشمنای اسلام و دشمنای خدا غمگین نشو. عزت از جانب خدا هست و او خود شنیدی استاد از اونها چی میگویند و دیدی استاد از روز جزاشان میتیند. برای من خواهش من همین است شما جوانای خوب. السلام علیکم داملای عزیز. من چندین انسانها را با پرسنت پول میدادم. وقتی که کسیتی شما را گوش کردم دیگر پرسنتی را بس کردم و پولهایم را همش را گرفتم. وقتی که گناهش را فهمیدم که چی گناهی سخت بوده است، من بگویم خداوند چنین خداوند گناهی من را میبخشیده باشد یا نه. الحمدلله من حاضر نماز خوانم شدم. در حق من دعا کنید انشاءالله. جوان خوب برادر اسلام، البته پروردگار گناهی تو را میبخشد. وقتی که با شنیدنی خب حرام بودن او از این کار خودت نگاه داشتی، پروردگار انشاءالله گناهی تو را میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. شخصی که از گناه توبه میکند مثل نو از مادر تولد شده است. انشاءالله تو از مادر نو تولد شدی. قرآن میگوید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من گو اگر بازگشتی به سوی من کنند، از گناهاشان توبه کنند، من گناه اونها را میگذارم. خدا خواهد شما برای او کردارهایی که از روی نادانی کرده بوده مؤاخذه نمیشوی اگر در این توبه خود استوار بمانی. السلام علیکم داملای عزیز. در ماه سفر کردن یا توی کردن یا در خانه نو در آمدن درست است یا نه؟ البته درست است برادر عزیز. و سوال من جواب گوید که این ماه سفر در آمده است. اکثر آدم ها به این کار مبتلا هستند. ماه سفر ماه خداوندی است، ماه عبادت است، ماه خرسندی است، ماه کار است، ماه توی است. بنابر ماه سفر کردن است. هیچ کل این یگان زیان هم ندارد، یگان خاصیتی بدی هم ندارد. عزیزان من، ما موحد هستیم، ما خداشناس هستیم، هر نفع و ضرر از خدا میدانیم. نه از دست سفر چیزی میبیاد، نه از دست ماه سفر. بنابراین در ماه سفر من الحمدلله ما مال هم میکشیم، در خانه هامون مثلا خرسندی هم میکنن، طبق هم میشکنن، خوب شکست در یکون کم بودی نمیشه، هر روز میشکنن و باید طبق دیگه میخیره میبیاره. بنابراین در ماه سفر هر کاری کردنی باشه مانند پیش ماهای دیگر ادامه دادن گریتان ثواب هستیم. در اسلام فال بد دیدن از ماها و از روزها و هفته ها نیست. باور کنید نیست. حالا در بعضی کتاب هایی که هستن چهارشنبه نحس است و اینش نحس است، آخری ما دروغ است. این گپا رو باور نکنید. خب این مکتوبی که خلاصش در اول صحبت گفته بودم برادری عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. اولا در حق شما و قبلگاه شما، خانواده شما نیکبختی دنیا و آخرت را تمنا دارم. بعدا از جناب شما معذرت میخواهم، زیرا نیتی من رسیدن به نفس شما نیست و زبانی که در حق شما حرفی بد میگوید سزاوار آتش باشد و با آن زبان خدایا بریده باد. اما آن چیزی که بین من و شما نافهمی است و این را من نفهمیدم و شاید کمبغلی خود میدانم، با وجود این من به تقدیر ایمان دارم، گرچنده که فقر در اسلام زشتی داشته باشد. نه، زشتی ندارد. رسول اکرم الفقر و فخری گفتند. برادر عزیز، فقر با قناعت این فخر اسلام است. خوب، باز از خداوند داناتر است و من میسر نشده است که بنده در مدت 1 سال 3 بار به شما مکتوب روان کردم، ولی از آن در خجالت هستم که به یگان تای آن جواب نگرفتم. و شما در موعظه های خود در باب ترک نماز جماعت
و ترک سیلی رحم بسیار سرزنش میکردید و من در مکتوب خود 3 سوال در همین باره داشتم تا امروز جواب نگرفتم. سوال اول، عذر ترک نماز جماعت، این نماز جماعت نرفتن یگان عذر دارد؟ من در اولی صحبت این سخن گفته بودم. خوب برای کسانی که بیمار هستند، برای کسانی که مثلا شب تاریک است و باران سخت است، امکانیتی حد الامکان رفتن ندارند، گمان